جامعه مهنتی کالج طبی شهر خوجند به نام یوسفخان اسحاقی به مناسبت جشن نوروز بین الملل همایش عیدانه برگزار نمودند. در چاره‌بینی معاون رئیس ولایت سوغد ظفر اسماعیل زاده، رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر خوجند منصفه جباری، دیرکتور دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمی محمد عاصمی در شهر خوجند خرسند صادق زاده، سردار شعبه گفتگو جنایتی ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوغد فریدون شریف زاده، دیرکتور کالج آموزگاری شهر خوجند رخساره دولتزاده، دیرکتور لیسه کسبی ساختمانی شهر خوجند شهرت یعقوبی، دیرکتور لیسه کسبی پلی‌تکنیکی شهر خوجند جهانگیر گلمیرزازاده، صاحبکار موفق جمهوری فردوس دوستو و دیگر مهمانان شرکت نمودند. در صحن مؤسسه خوان نوروزی با رعایت سنت‌های ملی از جمله 7 سین و 7 شین، خوراک‌های ملی، سمرک نوروزی، نمونه هنرهای مردمی و خیمه نوروزی آراسته شده بود. اعضای حکمان و مهمانان از خیمه‌های آراسته همه 6 فاکولته مؤسسه بازدید نموده و آنها بهای بلند داده جایزه بهترین را در نمایش عنعنه‌های ملی و فاکولته کار همشیرگی، جایزه بهترین را در بخش بازی‌های ملی و فاکولته کار فارماسیفتی، جایزه بهترین را در آرایش دسترخوان ملی و فاکولته کار دندانسازی، جایزه بهترین را در نمینه زمزمه سرود نوروزی و فاکولته کار مامادایگی، جایزه بهترین را در بخش نمایش لباس ملی منطقوی عروس و داماد و فاکولته کار طبابتی و جایزه بهترین را در معرفی خوان نوروزی و فاکولته کار همشیرگی لایق دانستند. از این پس نوروز همچون جشن اجدادی هر سال تجلیل کرده شود. بیا دوری سمنک شبمان روز کنیم، بالا با هنگ و غزل همه نوروز کنیم. از جستجویت جان جان بلم رسیده، با ستا پیموردم روی محل ندیدم. دیرکتور کالج طبی شهر خوجند به نام یوسفخان اسحاقی نورزاده امیرجان روزیخان همایش را حسن آغاز بخشیده، مهمانان را معرفی و همگان را بخشیده به جشن نوروز عالم افروز تبریک و تهنیت گفت. سپس معاون رئیس ولایت سوغد ظفر اسماعیل زاده پیام تبریکاتی رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده را به مناسبت جشن نوروز بین الملل به سمع حاضرین رساند که در آن از جمله گفته می شود: باعث افتخار است که نوروز جشن بزرگ ملی ما تاجیکان بوده. گذشتگان فرهنگی و تمدن‌سازمان رسم و آیین‌های آن را حفظ و نگهداری کرده تا به روزگار ما رسانیدند. در یگان گوشه دنیا یگان جشن را به مثل نوروز تجلیل نمی‌کنند. از هر یک خاندان، محل، دیه، جماعت، ناحیه و انسانان با سپارش‌های پیشوای معظم ملت در هر یک محل در سطح بلند برگزار شد. رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر خوجند منصفه جباری نیز استادان و دانشجویان را با جشن نوروز بین الملل تهنیت گفته از جمله افزود که جوهر تاریخی و فرهنگی جشن نوروز را سعادت و پیروزی اهل بشر تشکیل داده در طول قرن‌های زیاد انسان‌ها را به همدیگر فهمی و همزیستی آسایشته، نکوکاری و سازندگی، دوست داشتن و احتیاط کردن طبیعت و نعمت‌های آن هدایت می‌سازد. این همه روشنی و این همه چراغ همه از نوروز بود، یعنی آغاز سرگاه جشن نوروز در شاهنامه ابوالقاسم فردوسی از 30 مراتب زیاد تاکید می‌گردد. دیرکتور کالج طبی شهر خوجند به نام یوسفخان اسحاقی نورزاده امیرجان روزیخان در برآمد خود تاکید داشت که نوروز از جشن‌های قدیمی مردم آریان نژاد یکی از رکن‌های مهم خودشناسی و خودآگاهی عنصر جدای ناپذیر فرهنگ ملی بوده. گذشتگانمان آن را همچون پیک شادی و سرور، آغاز بیداری طبیعت، موسم کشت و کار بهاری و فصل شکوفایی تجلیل می‌نمودند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در یکی از سخنرانی‌های خود تاکید نمودند منطق و فلسفه و ماهیت و حکمت نوروز از دانش و خرد، مهر و محبت، صلح و ثبات و شادی و نشاط عبارت بوده. این جشن به قلب خرد و بزرگ سرور و شادی میبخشد
تمام افراد جامعه را سرجم می‌سازد و دوستی و صمیمیت و مهر و محبت انسانی نسبت به همدیگر فرا می‌خواند. سپس برنامه پرشکوه فرهنگی نوروزی به چهاره‌بینی حسنی دیگر بخشید. برابر کاردان و سیاستمداری نامداری وطن، پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان صحتمندی و سرسبزی میخواهم. زیهی ای مرد عاقل، زیهی پیشوای سربلند. چراغ روشن هر خاندانی پیشوای ما، میان سینه ملت چو جانی پیشوای ما. آمدی ای نوروز بر سرزمین فیروز